5 تا راه سریع برای لیفت کردن صورتت. حتما این ویدیو رو ببین. اولین کاری که میکنین زدن کانسیلر دقیقاً توی همین نقاطیه که من دارم میکنم. اگر این جاهایی که من میکشم و شما کانسیلر بزنین فوق‌العاده صورتتون لیفت میشه به طرف بالا. مرحله دوم ابروه. ابروها رو دست کم نگیرین چون در لیفت کردن صورت فوق‌العاده مهمه. کشیدن خط چشم‌های حالت روباهیه که الانم فوق‌العاده ترند شده و مد شده که باعث میشه چشتون رو به بالا لیفت بشه. و زدن رژ گونه دقیقاً روی همین قسمت از قسمت شقیقه است تا یکم پایین‌تر. نگاه کنین تفاوت خودتون میبینین. زدن ریمل فقط روی قسمت خارجی چشم که اینم فوق‌العاده چشتون رو بالا نشون میده. این ویدیو رو حتما سیو کن و حتما برای دوستات بفرست. بوس بوس.